خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان روز 14 فوریه سال 2024 خبر داد که در موافقه با پرزیدنت امامعلی رحمان به وظیفه‌های معاون یکم پروکورور ولایت مختار کوهستان بدخشان، معاون یکم و معاون پروکورور ولایت ختلان، معاون پروکورور ولایت ختلان در منطقه کولاب، پروکورورهای نویه روشان، قبادیان، جبو رسولوف، نورآباد، پروکورورهای شهرهای پنجکند، استقلال و راغون، همچنین سرداران چند ریاست دستگاه مرکزی پروکراتور گنرالی عوض کرده شدند. خدمات مطبوعات پرزیدنت گفت به جای نفران برکنار شده به این منصب‌ها کادرهای با تجربه و جوان و دارای مهارت خوب کسبی تعیین گردیدند. نام نفران تعیین شده و منصب‌های قبلیشان نشر نشده است. درباره سرنوشت آنهایی که از مقام‌های خود برکنار گردیدند نیز چیزی گفته نمی شود. خدمات مطبوعات پرزیدنت گفت روز 14 فوریه امامعلی رحمان کادرهای تعیین شده و کارمندان دیگر ساحه دادستانی را به حضور پذیرفته ضمن صحبت دایر به نظارت تطبیق کنستیتوسیا و قانون‌های جمهوری تاجیکستان، رعایت ترتیبات حقوقی، مبارزه با جنایتکاری و پیشگیری از آن به خصوص جنایت‌های وابسته به تروریسم و افراطگرایی و گردش غیر قانونی مواد مخدر، قلابی و زمین فروشی دستور سپارش داده است. گفته می شود امامعلی رحمان همزمان به زباندهی کارمندان توجه زیاد ظاهر کرده به تمام کارمندان مقامات پروکراتور در برابر زبان مادری برابر از خود کردن دو زبان خارجی 1 سال مهلت داده است. اگر خواهید در کارتان کامیاب باشید و صاحب آبرو شوید با مردم نزدیک فعالیت نمایید، زیرا عزت و احترام با امر و فرمان داده نمی شود، تاکید کرده است امامعلی رحمان در فرجام صحبتش با کارمندان پروکراتور. طی چند هفته اخیر امامعلی رحمان در نهادهای حفظ حقوق و قدرتی جمهوری تغییرات کادری جدی را به عمل آورد. روزهای اخیر چنین تغییرات در نهادهای وزارت کارهای داخله، کمیته امنیت ملی، اگنتی مبارزه با کروپسیا و دادگاه‌ها نیز صورت گرفته بود. در ولایت ختلان و منطقه کولاب باشد همه رهبران نهادهای حفظ حقوق عوض کرده شدند. یادآور می‌شویم روز 19 ژانویه سال 2024 امامعلی رحمان در جلسه شورای امنیت در سطح پست کسبی نهوده براری نسبت به اجرای وظیفه‌های خدمتی، راه دادن به حالت‌های کروپسیونی، زیاد شدن جنایت‌های دارای خصوصیت اکستریمیستی و تروریستی، قاچاق مواد مخدر، دست زدن بعضی کارمندان مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی به قاچاق مواد نشه‌آور و مال و محصولات و جابجاگذاری نادرست کادرها از جانب رهبران در ولایت ختلان و منطقه کولاب با آوردن مثال‌های مشخص به تندی انتقاد کرد و سفارش داد که تمام رهبران ساختارهای حفظ حقوق و نهادهای قدرتی ولایت ختلان و منطقه کولاب با شمول دادستان‌ها با معاونانشان، سرداران و معاونان سرداران میلیسیا، اگنتی مبارزه با کروپسیا، اگنتی مبارزه با مواد مخدر، گروه‌های فوری کمیته دولتی امنیت ملی را از منصب راند. اینچنین امامعلی رحمان در همان جلسه همچنین از مقام‌هایشان راندن برخی از رهبران ریاست‌ها در دستگاه‌های مرکزی وزارت‌های قدرتی را هم طلب کرده بلافاصله بعد انجام جلسه فرمان 30% اختصار کردن شماره کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی را امضا کرد. به جای کارمندان اختصار شده بازرسی دولتی اتومبیلی اکنون در راه‌ها شماره رادارها را زیاد کردنی‌اند.